درود بر شما عزیزان، خوش آمدید به اولین جلسه از مبحث جنین‌شناسی پزشکی با گروه مدیکالیست. این جلسات بر اساس کتاب جنین‌شناسی لانگمن پیش خواهد رفت به اضافه یک سری نکات بالینی و آزمونی که کارآمد خواهند بود. بریم که اولین جلسه از این مبحث رو آغاز بکنیم. نخستین مبحثی که ما باید روش تسلط نسبی داشته باشیم، حداقل به شکل خلاصه برای فهم بهتر مبحث جنین‌شناسی، بحث گامتوژنز هستش. گامتوژنز اشاره داره به فرایندی که در واقع منجر به تولید سلول‌های جنسی نر و ماده میشه. طبیعتاً میدونیم که این فرایندها و محصولاتشون در دو جنس متفاوت هستش و اصطلاح گامتوژنز اصطلاح کلی هستش که به هر دوی این جنس ها در واقع اطلاق میشه. پس گامتوژنز در جنس نر با جنس ماده کاملا متفاوت هست. پس ما میتونیم دو فرایند جزئی تر معرفی کنیم: اسپرماتوژنز که در جنس نر اتفاق میفته و منجر به تولید اسپرم میشه و اووژنز که در جنس ماده اتفاق میفته و منجر به تولید اسپرماتوسیت ثانویه میشه که حالا در صورت لقاح تخمک هم میتونه تشکیل بشه. بریم که شروع بکنیم با اووژنز. اما نکته‌ای که هست، یک بخش اولیه که مربوط به دوران جنینی میشه، به اوایل دوران جنینی بین اسپرماتوژنز و اووژنز مشترک هستش، اما ما در هر دوی این فرآیندها اشاره خواهیم کرد بهشون. در زمان جنینی در جنس ماده در هفته دوم جنینی سلول‌های تحت عنوان سلول‌های PGC یا Primordial Germ Cells، سلول‌های زایای بدوی ترجمهش هستش، از لایه اپیبلاست مشتق میشن و هین گاسترولاسیون از طریق شیار اولیه میان و مهاجرت میکنن به دیواره کیسه زرده. این اولین مهاجرت این سلول ها هستش. بعد از اون در هفته چهارم، زمانی که گونادها دارن رشد و در واقع تکامل خودشون رو انجام میدن، مهاجرت دوم این PGC ها اتفاق میفته و از دیواره کیسه زرد مهاجرت میکنن به گونادهای در حال رشد. خب ما داریم در مورد اووژنز صحبت میکنیم. زمانی که این PGC ها میرسن به گونادهای در حال رشد، به خاطر ژنوم خودشون که از لحاظ ژنوماتیک ماده هستند، یعنی XX هستند، الغای تولید یک سری پروتئین ها صورت میگیره و این سلول های PGC تمایز پیدا میکنن به سلول های دیگری که ما تحت عنوان سلول های اووگونی میشناسیمشون. پس PGC ها مهاجرت کردن به گونادها، تمایز پیدا کردن، شدن اووگونی. بعد از این مرحله این اووگونی ها شروع به میتوز میکنن با ریت بسیار بالا و طی مدت زمان کوتاهی تعدادشون بسیار زیاد میشه. هولوهوش اواخر ماه سوم جنینی که تعداد این سلول های اووگونی به عدد قابل توجهی میرسه، این سلول ها میان و در یک ساختار خاصی سازماندهی میشن. این ساختار به چه شکله؟ تعداد زیادی از اینها به شکل خوشه دسته‌بندی میشن و هر خوشه تعداد زیادی سلول اووگونی داره. حالا هر خوشه به چه شکله؟ این تصویر رو که می‌بینید تصویر سمت چپ از کتاب لانگمن هستش. یک خوشه از سلول‌های اووگونی رو می‌بینیم. متوجه میشیم که تعداد زیادی سلول‌های اووگونی در کنار هم قرار گرفتن، اما نکته قابل توجه این هستش که این سلول‌ها در هر خوشه توسط یک لایه از سلول‌های فولیکولی محاصره شدن. این سلول‌های فولیکولی چی هستن و از کجا منشأ می‌گیرن؟ اینها یک سلول‌های پهن هستن که از در واقع اپیتلیوم تخمدان منشأ میگیرن، نه از PGC ها، و میان یک کپسولی درست میکنن، در واقع یک بسته‌ای درست میکنن که هر خوشه از این سلول های اووگونی رو در بر میگیره که در ادامه حالا توضیح خواهیم داد که اینها هم تمایز پیدا میکنن و نقش های جدیدی پیدا خواهند کرد. پس رسیدیم به انتهای ماه سوم جنینی، زمانی که تعداد اووگونی ها زیاد شد، به شکل کلاسترها یا خوشه ها دسته‌بندی شدن که هر خوشه توسط تعدادی سلول فولیکولار محاصره شده بود. این فرآیند ادامه پیدا میکنه از اینجا به بعد هم، یعنی این میتوز ادامه پیدا خواهد کرد. اما نکته‌ای که اینجا قابل توجه هست، بعضی از این سلول های اووگونی به جای اینکه وارد مسیر میتوز بشن، وارد مسیر میوز میشن و این میوز رو در مرحله پروفاز میوز یک متوقف میکنن.
این سلول ها که در این مرحله متوقف میشن رو ما از اینجا بعد تحت عنوان سلول اووسیت اولیه میشناسیمشون. باقی سلول ها دارن میتوز انجام میدن و اووگونی های جدیدی رو تولید میکنن. این فرایند تا تقریبا انتهای ماه پنجم جنینی ادامه پیدا خواهد کرد که برآورد میشه در این زمان، یعنی انتهای ماه پنجم، تعداد سلول های زایا یعنی مجموع اووگونی ها و اووسیت های اولیه به حد اکثر خودش در تمام طول عمر فرد میرسه که هولوهوش 7 میلیون تخمین زده میشه. اما از اینجا بعد، یعنی از انتهای ماه پنجم به بعد، بسیاری از این اووسیت های اولیه و اووگونی ها دژنره میشن و از بین میرن که این فرآیند رو ما تحت عنوان فرآیند آترزی میشناسیمشون. پس تعداد زیادی از اینها حد فاصله ماه پنجم تا ماه هفتم جنینی شروع به آترزی میکنن و میرسیم به انتهای ماه هفتم که تمام اووگونی ها حذف شدن و تمام اووسیت های اولیه به مرحله پروفاز میوز 1 رسیدن و در این مرحله متوقف شدن. یه تعداد کمی از اووگونی ها که نزدیک به سطح تخمدان هستن باقی میمونن که اونها هم در ادامه باز هم دچار آترزی خواهند شد. پس خلاصه‌ای بگیم که ما رسیدیم به انتهای ماه هفتم، تقریبا تمام اووگونی ها آترتیک شدن، تعدادی از سلول های اووسیت اولیه هم آترتیک شدن. الان ما چیزی که داریم عمدتاً سلول های اووسیت اولیه هستن که در مرحله پروفاز میوز 1 متوقف شدن. این مرحله رو ما تحت عنوان مرحله دیپلوتن میشناسیمش که اینها تا زمان بلوغ در این مرحله باقی میمونن. مسئله‌ای که باعث این ارست سلول های اووسیت اولیه در این مرحله میشه، پروتئینی هست، پپتیدی هستش تحت عنوان OMI یا Oocyte Maturation Inhibitor یا پپتید ممانعت کننده از بلوغ اووسیت. همونطور که گفتم این سلول ها تا زمان بلوغ و تخمک گذاری در این مرحله باقی میمونن و حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد که این مرحله چه خصوصیاتی داره و چه مزایا و معایبی خواهد داشت برای فرد. در انتهای ماه هفتم همونطور که گفتیم چیزی که داریم ما سلول های اووسیت اولیه هستش به طور عمده، اما ساختاری که این بار داریم یه مقدار سازماندهی این سلول ها از اون شکلی که ما در انتهای ماه سوم داشتیم که این متفاوت هستش. ما هر سلول اووسیت اولیه‌مون توسط یک لایه از سلول های فولیکولار احاطه شده، دیگه به اون شکل نیست که ما خوشه سلول های احاطه شده داشته باشیم. در هر در واقع فولیکول ما فقط یک سلول اووسیت اولیه داریم که در مرحله دیپلوتن به سر میبره، توسط سلول های فولیکولار پوشیده شده و این مجموعه یعنی اووسیت اولیه به اضافه سلول های فولیکولار اطراف رو ما تحت عنوان فولیکول بدوی میشناسیمش یا پرایمردیال فالیکل، که در ادامه حالا بحث خواهد شد که این فولیکول بدوی شروع به تکامل میکنه در مرحله بلوغ و تخمک گذاری و فولیکول های دیگری رو میسازه. برآورد میشه که در واقع گفتیم که به تعداد زیادی از این سلول ها دچار آترزی میشن. برآورد میشه که در نوزاد انسان در جنس ماده در فرد مؤنث هولوهوش 600 الی 800 هزار اووسیت ثانویه باقی موندن، یعنی از اون 7 میلیون سلولی که داشتیم عمدهشون آترزی کردن و الان در نوزاد مؤنث ما 600 الی 800 هزار اووسیت اولیه داریم. دیگه از اینجا به بعد بهش میگیم فولیکول، چون مجموعه اووسیت اولیه و سلول های فولیکولار اطرافش رو میگیم که فولیکول در واقع نامیده میشه. پس در مرحله نوزادی 600 الی 800 هزار فولیکول ما داریم. این فرآیند آترزی باز هم ادامه پیدا میکنه، یعنی از زمان در واقع نوزادی تا زمان بلوغ باز هم عمده این سلول های باقی مونده دچار آترزی میشن و در زمان بلوغ هولوش 40 هزار تا فولیکول باقی میمونه برای فرد. حالا این 40 هزار تا چقدرش به کار خواهد آمد و تخمک گذاری خواهد شد؟ ببینید، ما اگر سن جنسی فرد رو از 15 سال الی 45 سال در نظر بگیریم به شکل میانگین،
30 سال خواهد بود. در این 30 سال فرآیند تخمک گذاری صورت میگیره. حالا در این 30 سال هر ماه تحت تاثیر هورمون‌های هیپوفیزی FSH و LH تعدادی از این سلول‌های فولیکولار، در واقع سلول‌های اووسیت اولیه، ریکروت میشن، یعنی انتخاب میشند برای تولید تخمک یا اووسیت ثانویه و یک مسیر رو شروع میکنن طی کردن که حالا بیشتر بحث خواهد شد. این تعداد هولوش 15 الی 20 است، یعنی هر ماه از عمر جنسی اون فرد 15 الی 20 فولیکول انتخاب میشن. حالا ما بیایم یه ضرب و تقسیمی انجام بدیم. 30 سال و هر سال 12 ماه و هر ماه 15 الی 20 تا، که ما اگر بیایم حد اکثر رو در نظر بگیریم هر ماه 20 تا هم انتخاب بشن، در نهایت در 30 سال عمر جنسی فرد فقط 7200 تا از این سلول ها استفاده میشن و ریکروت میشن به اصطلاح. پس 40000 تا کاملا کافی خواهد بود برای عمر جنسی اون فرد. نکته که هست، اون منوپازی که اتفاق میفته، یعنی پایان عمر جنسی در فرد مؤنث، دلیلش کمبود اووسیت ها نخواهد بود در نتیجه. چرا؟ چون گفتیم هولوش 40000 تا باقی مونده اما فقط 7200 تاش استفاده میشه. منوپاز به علتهای دیگری که عمدش در واقع پیری رحم و تخمدان و عدم سنسیتیویتهشون به هورمون‌های LH و FSH خواهد بود. عمده دلیل منوپاز اینه، به اضافه یک سری دلیل‌های دیگه. پس ما مجدد تکرار میکنیم که در زمان تولد، در زمان نوزادی 600 الی 800 هزار فولیکول و پس از اون آترزی اتفاق میفته در طول پیش از بلوغ فرد و در زمان بلوغ ما هولوش 40,000 فولیکول داریم. عرض کردم که از این هر ماه 15 الی 20 تاشون انتخاب میشن. باز هم از این 15 الی 20 تا همشون به جز یکی تقریبا باز هم آترزی میشن و فقط یک فولیکول تخمک گذاری میشه عمدتاً، که در نهایت در تمام طول زندگی جنسی فرد هولوش 360 اووسیت اولیه تبدیل به اووسیت ثانویه و در نهایت تخمک خواهند شد. حالا بریم سراغ بحث بلوغ. در زمان بلوغ، زمانی که هورمون‌های هیپوفیزی شروع به تحریک تخمدان و رحم میکنن، گفتیم که 15 الی 20 تا از این فولیکول ها انتخاب میشن، ریکروت میشن و شروع به طی کردن یک مسیری میکنن. اما گفتیم که بیشترشون، یعنی تقریبا همشون به جز یکی، در مراحلی از این مسیر که مشخص نیست در چه مرحله، اولش، وسطش یا آخرش، آترزی میکنن و فقط یک فولیکول به اون مرحله میرسه که قابل در واقع تلقیح و باروری هستش و میتونه تحت عنوان اووسیت ثانویه تخمک گذاری بشه و لقاح پیدا بکنه. اما چه مراحلی در این مسیر طی میشه برای هر کدوم از این 15 الی 20 فولیکول؟ ما گفتیم که در در ماه هفتم جنینی، چیزی که ما در نهایت بهش میرسیم فولیکول بدوی یا پرایماردیال فولیکول هستش که در زمان بلوغ هم طبیعتا ما همین رو داریم که از چی ساخته شده؟ از یک اووسیت اولیه در وسط و تعدادی سلول های فلت یا سنگ فرشی فولیکولار در اطراف که این سلول رو محاصره میکنن. حالا هورمون LH و FSH ترشح شدن، 15 الی 20 تا رو انتخاب کردن. حالا ببینیم 15 20 تا چه اتفاقی براشون میفته. اولین مرحله‌ای که اتفاق میفته، بریم سراغ اسلاید بعد، برمیگردیم به این اسلاید که شکل‌ها رو هم ببینیم. اولین مرحله تبدیل فولیکول از حالت بدوی به حالت اولیه یا پرایمری هستش. حالا چه اتفاقی میفته که این فولیکول پرایمری شکل میگیره؟ اول سلول‌های فولیکولار اطراف از حالت سنگ فرشی یا فلت به حالت کیوبویدال یا مکعبی تغییر شکل پیدا میکنن. از اینجا به بعد ما این سلول ها رو تحت عنوان سلول های گرانولوزا میشناسیمشون. پس نخستین تغییر از مرحله بدوی به مرحله اولیه تغییر شکل سلول های فولیکولار به سلول های گرانولوزاست، یعنی از تغییر شکل از حالت سنگ فرشی به حالت مکعبی.
سپس این سلول های گرانولوزا شروع به ترشح یک سری فاکتورها که تحت عنوان فاکتورهای ZP میشناسیمشون، ZP1، ZP2 و ZP3 شروع به ترشح این فاکتورها میکنن و این فاکتورها میان و یک گلیکوپروتئین رو میسازن اطراف هم این در واقع خط قرمز که میبینیم. گلیکوپروتئین حاصله از ترشح اون سلول های گرانولوزا اطراف اووسیت اولیه هستش که ما این رو ZP یا زونا پلوسیدا در واقع مینامیمش که میاد همونطور که گفتم از جنس گلیکوپروتئینه و تقریبا یک مرزی ایجاد میکنه بین سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه. برگردیم به اسلاید بعد. این تغییر اتفاق افتاد و ما فولیکول اولیه رو داریم، حالا پرایمری فولیکول رو. در ادامه مرحله بعدی میشه فولیکول پرآنترال یا پیش آنترال. در این مرحله سلول های گرانولوزا شروع به رشد میکنن و به هول و هوش 3 الی 6 لایه میرسن. این سلول ها حالا میان یک کار دیگه انجام میدن. با ترشحات پاراکراین باعث میشن که لایه آخر سلول های گرانولوزا، لایه‌ای که روی قشای پایه یا بیسمنت ممبرین خوابیده و اون بیسمنت ممبرین نقشش این هستش که اون سلول های گرانولوزا رو از سلول های بافت پیوندی خود تخمدان جدا کنه. حالا اولین لایه از سلول های گرانولوزا که روی این قشای پایه خوابیدن در اثر ترشحات پاراکراین خود سلول های گرانولوزا تمایز پیدا میکنن و لایه جدیدی از سلول رو تشکیل میدن تحت عنوان لایه تک یا تکا. در ادامه این لایه تکا در واقع تقسیم میشه و نقش‌های متفاوتی خواهد داشت. مرحله بعدی تشکیل فولیکول آنترال هستش یا فولیکول پراویولیتری یا پیش تخمک گذاری. توی این مرحله اولین اتفاقی که میفته سلول های گرانولوزا باز هم زیاد میشن و هولوش 6 الی 7 لایه رو تشکیل میدن. این در واقع قسمت اول مرحله آنترال هستش. در ادامه در اواخر مرحله آنترال اتفاقات جدیدتری هم خواهد افتاد. در اول مرحله آنترال پس سلول های گرانولوزای ما به هولوش 7 لایه رسیدن و سلول های تک که در مرحله قبل تشکیل شدن باز هم تمایز پیدا میکنن و 2 لایه داخلی و خارجی رو تشکیل میدن. تک داخلی یا تکا اینترنا بیشتر فعالیت ترشحی داره و هورمون‌های مختلف رو ترشح میکنه و تکا اکسترنا یا تک خارجی در واقع مثل یک کپسولی میمونه که این فولیکول آنترال رو احاطه کرده. در این مرحله اتفاق مهمی هم که میفته تشکیل آنتروم هستش. حالا آنتروم چیه؟ توضیح خواهیم داد. یک فضایی بین سلول های گرانولوزا شروع به تشکیل میکنه و در این فضا مایع تجمع پیدا میکنه و این مایع رفته رفته بزرگ میشه و اول به شکل هلالی شکل هست. ما اگر تصویرش رو اینجا ببینیم بهتر خواهد بود. در این قسمت همونطور که می‌بینید بین سلول های گرانولوزا، حالا این یه مرحله جلوتره اما ما یه مقدار زودتر شروع کردیم اما تصویری که داریم فقط اینه. بین سلول های گرانولوزا در واقع فضایی ایجاد میشه و این فضا با مایع پر میشه و شروع به گسترش پیدا میکنه خیلی سریع و یه همچین شکلی که ما بهش آنتروم میگیم، فضای آنتروم میگیم رو در واقع درست میکنه. برگردیم سر در واقع توضیحاتمون. پس رسیدیم به مرحله آنترال. قسمت اول مرحله آنترال چه اتفاقی افتاد؟ تک تقسیم بندی شد به تک اینترنا و تک اکسترنا. سلول های گرانولوزا زیاد شدن، به 7 لایه رسیدن. آنتروم و فضای آنتروم تشکیل شد و اتفاق دیگری که میفته یک سری زوائد انگشت مانند از سلول های گرانولوزا نفوذ میکنن به داخل زونا پلاسیدا که این زوائد انگشت مانند نقششون این هستش که مسیری باشن و پلی باشن بین لایه گرانولوزا و اووسیت اولیه که از اون طریق بتونه در واقع مواد مغذی و حالا ترشحات و هورمون هایی که نیاز هست رو به در واقع اووسیت اولیه برسونن سلول های گرانولوزا. میرسیم به اواخر مرحله آنترال. این سلول های گرانولوزا به شدت
در واقع با ریت خیلی بالایی شروع به میتوز میکنن و زیاد میشن و به حدود 1 میلیون میرسن که تا قبل از اواخر مرحله آنترال تعدادشون هلوش 10,000 تا بود، ولی الان به 1 میلیون عدد میرسن و خود این سلول های گرانولوزا دوباره تقسیم به 2 لایه میشن. لایه‌ای که در واقع نزدیک هستش به اووسیت اولیه ما تحت عنوان لایه کومولوس میشناسیمش. از اون به بعد که بعد از تخمک گذاری هم چون خیلی چسبندگی بالایی به این اووسیت اولیه دارن، بعد از تخمک گذاری هم با این آزاد میشن و یک لایه‌ای رو تشکیل میدن تحت عنوان لایه، در واقع یک مجموعه‌ای رو تشکیل میدن تحت عنوان کومولوس اووفوروس که مجموعه‌ای هست از اووسیت ما و سلول‌های گرانولوزای چسبیده بهش که سلول‌های کومولوس میگیم بهشون. لایه خارجی تر یعنی بین لایه کومولوس و تک، اون لایه تبدیل به لایه مورال میشه که در ادامه به اضافه سلول‌های تک بعد از تخمک گذاری تشکیل جسم زرد رو میدن. روی عکس هم اگر بخوایم توضیحی بدیم، ببینید این لایه تک هستش که تبدیل شده به تک خارجی و تک داخلی. این سلول های فولیکولار هستن که میبینید فضای آنتروم بسیار بزرگ شده و در واقع عمده بخش فولیکول رو تشکیل داده و چیزی که میبینیم در این قسمت سلول های گرانولوزا که همونطور که گفتم اون قسمت نزدیک به اووسیت تبدیل به لایه کومولوس میشه و اون قسمت خارجی تر تبدیل به لایه مورال میشه که در ادامه جسم زرد رو تشکیل میده. مرحله بعدی فولیکول گراف هستش که فولیکول وزیکولار هم بهش میگن و این مرحله اصلی ترین مرحله پراویلیتری هستش، یعنی پیش تخمک گذاری. در این مرحله سلول های گرانولوزا به هلوش 50 میلیون میرسن، یعنی به حد اکثر مقدار خودشون، و قطر فولیکول به هلوش 2.5 سانتی متر میرسه که باز هم حد اکثر خودش هست. این لایه آنترومی که ایجاد شده در واقع در مرحله بعد که مرحله آویلیتری باشه که الان موضوع بحث ما نیست، در واقع اون رو توی قسمت لقاح بیشتر شرح خواهیم داد. این زمانی که میخواد تخمک گذاری شکل بگیره، یعنی سلول اووسیت به خارج فولیکول و خارج تخمدان رانده بشه، این آنتروم با فشاری که ایجاد میکنه، همونطور که میبینید در تصویر، با فشاری که ایجاد میکنه میاد این اووسیت رو هل میده به خارج در واقع فولیکول و در نهایت خارج تخمدان. پس نقش این فضای آنتروم این هستش که ما در مرحله لقاح، در واقع در درس لقاح، به تفصیل بحث خواهیم کرد. در واقع مراحلی که ما می‌خواستیم در این قسمت توضیح بدیم تا همین مرحله گراف یا مرحله وزیکولار هستش. وزیکولار استیج اف فالیکل نامیده میشه این مرحله که در واقع انتهای مراحلی است که ما می‌خواستیم امروز بحث کنیم. اما مسئله‌ای که برمیگردیم سراغش زمان دیپلوتن هستش، مرحله دیپلوتن، زمانی که این سلول های اووسیت اولیه اومدن وارد پروفاز میوز 1 شدن و در اونجا ارست کردن و تا زمان بلوغ یعنی هلوش 15 سال متوقف شدن. این مرحله باعث حفظ و نگهداری اووسیت اولیه میشه. اما نکته باقی میمونه، زمانی که این مرحله بالاخره اگرچه مرحله بهینه برای حفظ اووسیت هست، اما باز هم طی زمان خطرهای این اووسیت رو تهدید میکنه. تصور کنید یک اووسیت اولیه که در زمان جنینی شکل گرفته بخواد مثلا در سن 35 سالگی یا 45 سالگی اون فرد مؤنث تخمک گذاری بشه، یعنی این فولیکول، این اووسیت اولیه هلوهوش 40 سال 42 سال در این مرحله متوقف شده و فشار شیمیایی، فشار فیزیکی زیادی رو متحمل شده، زیر در واقع در میان خیلی عظیمی از سلول های فولیکولار و فولیکول های دیگه فشار فیزیکی و فشارهای شیمیایی و عوامل مختلفی که سلامت این اووسیت اولیه رو تهدید میکنن. این مسائل میتونه منجر به یک سری جهش های ژنتیکی در این اووسیت اولیه بشه. به خاطر همین هستش که در واقع بارداری در سنین بالا، یکی از دلایلی که بارداری در سنین بالا میتونه خطرناک باشه همین بحث مرحله دیپلوتن هستش.
همونطور که گفتیم این اووست اولیه هلوش 40 سال در این مرحله دیپلوتن باقی مونده و احتمال اینکه جهش صورت گرفته باشه، احتمال اینکه ناهنجاری های ژنومی صورت گرفته باشه بسیار درش بالا رفته. به خاطر همین هستش که نوزادان سندروم دان یا کلاینفرتل یا دیگر نقص‌های ژنتیکی معمولاً از مادرانی متولد میشن که در سن بالا زایمان میکنن و اگر آمار رو ببینید به دنیا آمدن این دست نوزادان در مادران مسن‌تر بسیار بیشتر هستش تا مادرانی که در سنین اولیه عمر جنسی خودشون زایمان میکنن. پس این مرحله اگرچه مرحله بهینه‌ای برای حفظ و نگهداری اووسیت هست، اما این نگهداری 100% نیست و خطرات زیادی اووسیت رو در این مرحله تهدید میکنن.